سلام دوستان، سلام دوستان. بچه ها تو خونه نیستن. الان فعل حال مجردیم تو خونه نشستیم برای خودمون ما میگیم خوراک، یه خوراک بپزن با داداشم با هم بخوریم. آره، یه داداش دارم اختلال حواس داره، معلول ذهنیه، پیش منه، نگرش میدارم، چند ساله. آره، با داداشم با هم بشینیم یه خوراک بخوریم. خیلی وقت نخوردیم، هوس کردیم یه دونه عصرانه با خوراک بزنیم. جایتون خالی. آره، خب یادش بخیر تو روستان بودیم. این حرف مال 40-45 سال پیشه. تو روستا بودیم، اونجا من غذا درست میکردم با پدرم، با داداشم، خودم با هم میخوردیم. وقتی که رفتم خدمت، داشت بزرگم رفت همه چی ما رو جمع کرد آورد تهران. والا همه چی هم بالا کشیدم، به ما چیزی ندادم تا خدمتم تمام بشه. خدمتم تمام شد، پدرم فوت کرد، من موندم و داداشم. آره دیگه، داداشم همیشه کنارمه، همیشه هم دوستش دارم، همیشه هم کنارم نگه میدارم. همه هم میدونن که به ما خیلی بی احترامی کردن، خیلی حق ما رو خوردن، به ما ندادن. آره، داداشم هم اینا کنارم نشسته.